چیز بود. این موضوع اصلی ویدیو ما. چرا ما باید سرخیز بشیم؟ من اینجام که چند تا از دلایلشو بهتون بگم که چرا باید سرخیز بشید. شما وقتی سحرخیز هستید و صبح زود بیدار میشید میتونید به خیلی از کاراتون برسید. مثل خود من که من شیفت بعد از ظهر هستم و ساعت 12 میرم مدرسه. وقتی ساعت 7 بلند میشم 8 بلند میشم باشگاه میرم کتاب میخونم، کار دیگه اگر داشته باشم انجام میدم، درسامو مرور میکنم و از این جور کارا. و شما وقتی اصلا صبح زود از خواب بیدار میشین تحقیقات نشون داده که سطح دوپامین و کورتیزولتون متعادله تو بدنتون و این سبب میشه که انرژی بیشتری داشته باشین و هدفاتون هم بیشتر دنبال کنین. یعنی مثلا یه کاری که اگر عقب مینداختین و بتونین انجامش بدین، بهش رسیدگی کنین، مثل همین درس خوندن و اینا رو انجام بدین، بهش رسیدگی کنین. و خب اینا همه بستگی به یه چیز داره، خواب شب. اگر خواب شبانه‌تون درست نباشه نمیتونید صبح از خواب بیدار شید. کسی که ساعت 2 و 3 میخوابه نمیتونه ساعت 7 و 8 قطعا باشه. اگرم بیدار شه بی انرژی و کسل و مثلا انرژیش این دوپامین و کورتیزول و اینا به هم میریزه. یعنی چی؟ مثلا من خودم ساعت 10 میخوابم، ساعت 7 هم از خواب بلند میشم. 7 میرم باشگاه و اینا، میام کتاب میخونم، یه دوش میگیرم و اینا، ساعت 10 و 11 میرم مدرسه. حالا شما چیکار کنید؟ شما اگر سخته براتون صبح زود از خواب بیدار شین، اگر شب خوابتون نمیبره و نمیتونه صبح زود بیدار شین، یه روز فقط صبح زود بیدار شین و به زور تحمل کنید، خودتون رو نگه دارید. شبش خودتون ناخودآگاه اصلا اگر ببینید خودتون خوابتون میبره، دیگه لازم نیست مثل قبل به زور بخواید صبح از خواب بیدار شین. هم شب زود خوابتون میبره، هم صبح زود خودتون بیدار میشین پر انرژی. اینا همه اون چیزایی که گفتم بهتون. سعی کنید که خواب خواب شبانه‌تون 8 تا 9 ساعت، 7 تا 8 ساعت باشه، کامل باشه. هم هورموناتون به هم نریزه، هورمونایی که حالا اون بحثش جدا دیگه، هورمونایی که ترشح میکنه بدن تو 7 8 ساعت خواب. اینا رو سعی کنید داشته باشین. و این ویدیو یوتیوب منه که من دارم تو یوتیوب آپلود میکنم. امیدوارم براتون خوشایند بوده